اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه سیاستمدار فلسطینی و از رهبران حماس بود. این سازمان از سال 2007 حکومت نوار غزه را به عهده داشته. از سال 2006 تا 2007 نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین بود. هنیه از سال 2017 تا زمان کشته شدن بیشتر توی کشور قطر زندگی می‌کرده. برای شنیدن این زندگی نامه جذاب با ما همراه باشید. هنیه تو اردوگاه مخیم الشاطی تو نوار غزه که اون زمان تحت اشغال مصر بود به دنیا میاد. والدینش زمان جنگ 1978 از فلسطین فرار کرده بودن. اون تو دانشگاه اسلامی غزه تحصیل کرده و با مدرک کارشناسی تو رشته ادبیات عربی سال 1987 فارغ التحصیل میشه. از سال 1985 تا 1986 رئیس شورای دانشجویان به نمایندگی از اخوان المسلمین بوده. اون تو تیم فوتبال انجمن اسلامی به عنوان هافبک بازی میکرد. هنیه بعد تشکیل حماس تو جریان انتفاضه اول علیه اسرائیل تو این سازمان فعال میشه و بعد شرکت تو تظاهرات به مدت 3 دوره کوتاه زندانی میشه. بعد آزادیش سال 1992 به لبنان تبعید میشه و بعد از 1 سال برمیگرده و ریاست دانشگاه اسلامی غزه رو به عهده میگیره. هنیه سال 1997 رئیس دفتر حماس میشه و بعد اون تو این سازمان ارتقا پیدا میکنه. هنیه تو انتخابات فلسطین سال 2006 پیروز میشه و به عنوان 10مین نخست وزیر دولت فلسطین انتخاب میشه. زمان آرام شدن درگیری فتح و حماس در دسامبر 2006 به هنیه اجازه ورود به غزه از مصر داده نشد. هنیه داشت از اولین سفر رسمی خارجی خودش به عنوان نخست وزیر به غزه برمیگشت. اون تقریباً 30 میلیون دلار آمریکا پول نقد برای پرداختی‌های تشکیلات خودگردان با خودش حمل کرده بود که بعدها مقامات اسرائیلی گفتند فقط در صورتی که پولها توی مصر بمونن و به یه حساب بانکی منتقل بشن به هنیه اجازه عبور داده میشه. جنگ مسلحانه بین ستیزجویان حماس و نگهبانان تشکیلات خودگردان در پاسخ به این خبر شکل میگیره. وقتی هنیه سعی میکنه از مرز رد بشه تبادل آتش صورت میگیره و یک محافظ کشته و پسر بزرگش مجروح میشن. حماس این حمله رو تلاش برای کشتن هنیه میخونه و اونو محکوم میکنه. هنیه گفته که متهمان رو میشناسه اما از معرفی اونها جلوگیری میکنه و خواهان وحدت فلسطینی ها میشه. هنیه توی 15 فوریه 2007 در چارچوب تشکیل حکومت وحدت ملی بین حماس و فتح استعفا میده. در 18 مارس 2007 حکومت جدیدی با عنوان رئیس کابینه‌ای که شامل سیاستمدارای فتح و حماس بود تشکیل میده تا اینکه محمود عباس توی 14 ژوئن 2007 هنیه رو تو اوج درگیری فتح و حماس برکنار میکنه، اما هنیه قبول نمیکنه و به نخست وزیری در نوار غزه ادامه میده. در نوامبر 2016 گزارش‌هایی مبنی بر جانشینی حماس به جای خالد مشعل به عنوان رهبر حماس مطرح میشه. دوستای عزیز اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لایک کنین تا بریم برای ادامه. هنیه، مشعل و محمود عباس در قطر برای بحث در خصوص آشتی ملی و انتخابات پیش رو دیدار میکنن که این دیدار نشون میده هنیه به عنوان رهبر حماس انتخاب شده. در سال 2018 ایالات متحده آمریکا هنیه رو تو لیست تروریست‌های ویژه جهانی قرار میده. در فوریه 2020 هنیه با رئیس جمهور ترکیه دیدار میکنه. وزارت امور خارجه آمریکا این دیدار رو آسیب زننده به منافع مردم فلسطین و تضعیف کننده تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از حملات تروریستی غزه خونده. در 26 ژوئیه 2023 هنیه با اردوغان و محمود عباس دیدار میکنه. تلاش ترکیه برای آشتی دادن فتح و حماس پشت پرده این دیدار بوده. در 7 اکتبر 2023
روز حمله حماس به اسرائیل هنیه در استانبول ترکیه بود. نظر شما راجع به این شخصیت جنجالی چیه؟ نظرتون رو واسم کامنت کنین. به گفته روزنامه تلگراف، هنیه چهره عمومی این حمله شد و به طور عمومی اون رو آغاز دوره جدیدی تو درگیری فلسطین و اسرائیل توصیف میکنه. هنیه تو یک سخنرانی تلویزیونی به تهدیدات نسبت به مسجد الاقصی، محاصره نوار غزه از سمت اسرائیل و مرارت‌های پناهندگان فلسطینی استناد میکنه. اسماعیل هنیه حدود ساعت 2 بامداد 10 مرداد 1403 و بعد شرکت تو مراسم تحلیف رئیس جمهور مسعود پزشکیان توسط موشک پرتاب شده از هوا به محل اقامت خود توی یکی از آسایشگاه‌های جانبازان در شمال تهران به همراه یکی از محافظینش ترور و کشته میشه. با اینکه عامل ترور معرفی نشده، اما اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر حماس به این کشور که 1200 نفر کشته شدن، قول نابودی مقامات ارشد حماس رو داده بود. اسماعیل هنیه متأهل و 13 فرزند داشته که 3 نفر از اونها سال 2024 ترور شدند. توی اکتبر 2023 جنگنده های اسرائیل خونه هنیه تو شهر غزه رو بمباران میکنن که توی این حمله 14 نفر از خانواده‌اش از جمله برادر و برادرزادش کشته میشن. توی نوامبر 2023 طبق گزارش‌ها یک نوه اون تو حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه و آخر همون ماه نوه بزرگش تو حمله اسرائیل کشته میشه. 3 پسر و 3 نوه اون تو حمله هوایی اسرائیل در نوار غزه توی 10 آوریل 2024 ترور شدن. هنیه تا زمان کشته شدنش توی قطر زندگی میکرد.